بچه این ازدواج نکنید. طاقتتون کمه، ازدواج نکنید. اگه از این تیپایی هستین که میگین من همینم که هستم تغییر نمی کنم، ازدواج نکنید. ما یا مشکلات رو حل میکنیم یا از روش میگذریم، ولی باهاشون زندگی نمی کنیم. زندگی کردن با مشکل خیلی ایجاد درد سر میکنه برامون. یا حلش کنین یا بذارین اینجا از روش رد شین برین. تمام. بچه که نیستین که. اگرم بچه این تو رو خدا ازدواج نکنین، به همین سادگی. اصلا من به آدم دیگه کار ندارم که اونم بدبخت و بیچاره میشه ها. خودتون زجر میکشین. ازدواج مال همه نیست. بچه دار شدن مال همه نیست. درس خوندن مال همه نیست. کار کردن مال همه نیست. آدم ها قابلیت های مختلفی دارن. همون قابلیت ها رو بهتر استفاده کنن. سراغ چیزایی که براش ساخته نشدن نرن، فقط چون جامعه اینجوری تعریف کرده.